خب حالا هم نوبت آرش بارز است. به افتخارش کف محکم. من زیاد آدم اجتماعی نبودم قبلا، یعنی به امکان نداشت که در یک جای زندگی بکنم که چندین پسر و یا چندین نفر با هم زندگی بکنیم. یک عادت بدی که آرش جان داره این است که بعضی اوقات سر یگان کوتاه ترین چیزها یا سر بسیار کوچک چیزها جر و بحث میکنه. خود گپ خود تایید میکنه اما گپ دیگرها را رد میکنه. این یک عادت بدش است. یک بچه مهربانه آرش جان بارز، یک بچه مهربانه و یک بچه اجتماعیه. من خیلی دوست دارم آرش جان بارز. آرش بارز از وقتی من رو میشناسم یک بچه مؤدب، با فکر، با دید فراخ و یک انسان قابل قدر. در بین ستاره فکر میکنم با پژمان بیشتر رفیق شدم. یک جا زندگی میکنیم، در یک اتاق همراه هم تمرین میکنیم و همسرم داود پژمان بچه متفاوتی است. آرش جان گل، آرش جان نازنین، آقای گل، وقتی آهنگ شروع کردی فکر میکردم آهنگ بسیار ساده است ولی اینقدر پرقدرت شروع کردی و خواندیش که من همونطور شگفت زده شدم. واقعیتش میگویم بسیار مقبول، سرای بالا را با صدای بسیار باز و بسیار آرام و با احساس، چی بگویم والله، ما برای خودت یک نمره بالا 10 میتم. آرش جان یکی از آوازهایی که با وقت
ما فکر میکنم که در یک زال اوپرا شدیم، یک کسی اوپرا میخوانه، آنقدر وسط صدایت بلند است و گیرا است. ولی متاسفانه که با این موزیکی که اجرا کردی من فکر میکنم با یک ریتم کیبورد بود و گرمی آوازت آنقدر قوی بود که آدم کمبودی که در کیبورد بود احساس نمیکرد. با اجرای آهنگت از طرف من هم ده. طاهر جان شما بسیار دقیق گفت در قسمتی که موسیقی یک کیبورد بود و بسیار مشکل است. واقعا نه که من آوازت خوشم میاد، گذشته ذوق شخصی خودم با اساس معیار اجرای آواز و کنترل آواز تو بهترین است. 10 نمره. من یک سوال از خودت دارم. امی اجرای امشبت بدل خودت بود؟ یک تعداد کاستی هایی که در اجرای زنده هست جناب استاد، ما یک شب فکر میکنم تمرین کردیم به خاطر این با یک موسیقی زنده و خوشبختانه کردایی که مثلا استفاده میشد در این از سول ماژور، ری ماژور، دو ماژور و یا یک قسمتش سی مینور، مینورها و ماژورها با هم میکس بودن، یک چی بود؟ یک چالش بود برای خودم که من باید با یک کیبورد اجرا بکنم. خب ما برای خودت 10 میتون. خدای دی نکی درسته پوری لا دیر زوانی وارم چه زوان مرد هستم. خب آهنگ تا به زیبایی اجرا کردی و با زور بازی تونستی که 4 در از آن خود بسازی. یا که ببینیم قاسمی صاحب بزرگوار چی میگن در مورد اجرا و شما. سلامت باشین. آرش جان بارز واقعا اجرایش خاص بود و صدای بسیار خوب داره و آینده بسیار بسیار روشن داره. من مطمئن هستم که همونطور که از این لحظه از این برنامه شما رو مردم دوست داره، آینده بسیار درخشان هم پیش روی خواهد داشتیم. یک مشکل هم برای خودم. من درگیر تمرینات شدم و کمپاین ها از یاد رفته جناب استاد. هر بار که میگن در آرای پایین هستی من به یادم میاد که این چه والا رای هم داده میشه، باید به فکر کمپاین هم باشه. تمام تلاش خودم میکنم که بیشترین نمرات رو بگیرم. تشکر. خود رای دهیت میشه بگوی آرشان. دوستان سپاس. من کد رای دهیم است 151.2. به ایالت نشان میدم، نشان آزادی که به یادتان بمانه به 86.56 ارسال میشه. از طریق 456